پشتی کو شورش روجاوای کردستانی گلک دستکفتی بدست خستن و سیستم خواه یا ریوبری خسری دموکراتیک بو بریوبرن و پاراستنا هریمن عفرین کوبانی و جزیره لدجی هیریشن در و آوا کرن سرکفتن مزم بدست خستن. او کانتون کتن روجاوای رای گشتی کو بدهان شاندن بیانی برای خودان روجاوا و نونه ریوان کانتونان جی جالی گلک ولات و آلیان سیاسی و هاتن وخاندن و پیشوازی لوان هاتا کرن کو وان پشتوانی خواه جبو کانتون روجاوا در برن. دوی کفانه ده پارلمان اوروپا د جوینا خود بگرنگی بحثا برخودانا هیزن یکنه پاراسنا گل و هیزن یکنه پاراسنا جن و هیزن پیشمرگه کرن کو او شان بشان شورشگرن انجمن سربازی یا آشوری سریانی لباجاروکا تلتمر یا گردای باجار حسک لدجی چکدارن داعش دجنگن. بشتروان جوین دیار کرن کو او کانتون لگور پیوان گردونی ین مافی مروفا تفدگرن. لورا دویکو یکتی اوروپا نتوین یکبوی و حکومت جهانی با آوائی که زیراتر پشتوانی کرد روجاوا بکن و آلکاری آوان بکن. ابد دمکی دایکو بسایا سرکفتن شورش روجاوای کردستانی ین لدجی چکدارن داعش و گروپین تندراوین اسلامی کانتون عفرین کوبانی و جزیره بالا رای گشتی یا حریم و جهانی کشاندی سر خواه و پیواندین دیپلماسی هر دچه دناور کانتون روجاوا و ولاتن جهانی ده بهسر دبن. دوی کوانه ده نونارا کانتون روجاوای کردستان سنام محمد لسر وخاندن جگیری وزارت دروای امریکا سردان وی ولاتی کرد و لباجار واشنطنی هفدیتن دگل چند آلین امریکا کرد و روش روجاوای کردستان و سوریا گنگشه کردن. جوالیه که دن و بریا دمی که هفسروکا پارتیا یکتیا دموکراتیک آسی عبدالله و صالح مسلم و نونارا یکنیا پاراسنا جن نصرین عبدالله لکوشکا الیزه یا باجار پاریسی سردان سرک کماری فرانسا فرانسوا هولند و چند بپرسن وی ولاتی کرن و هولند و حکومت وی ولاتی سرکتن روجاوا و شروان یکنیا پاراسنا گل و یکنیا پاراسنا جن لوان پیروز کرن. بریا چهار جانجی سروک حریم کردستان مسعود بارزانی د داقیانه که در راگانده بو کو چاوا شرکرنا لدجی چکدارن داعشه ارککی نتویه بیدانا آلیکاری بو جنوا آواکرنا کوبانی جی ارککی نتویه. ولید خلیل NRT